آقا درود، حال مالتون چطوره؟ امیدوارم که حال تک تکتون خیلی خوب باشه و بهتون همین اول ویدیو پیشنهاد میکنم که ویدیوی قبلی ما رو حتما تماشا کنید. براتون لینکش رو گذاشتم قسمت بالا سمت راست، روش کلیک کنید و تماشا کنید. و اما پیروزی نصرت حق پرست در مقابل حریف برزیلی در مسابقات UFC، خیلی از این نتیجه خوشحال شدم، گفتم یه ویدیو تقدیم کنیم به افغانستانیای عزیز. پس در ادامه با من کوروش از کانال خوب پرژن تاپ 10 همراه باشید. آقای نصرت حق پرست، مبارز خوب افغانستان، در سازمان مبارزات آزاد UFC در مقابل ژاکو سیلوا از برزیل به پیروزی رسید. حق پرست توی راند دوم تونست حریف برزیلی خودش رو توسط آکن چپ ناکات کنه و برنده مسابقه بشه. وی که تاکنون در 10 رقابت حرفه‌ای به پیروزی رسیده و تنها 2 شکست داره، پیش از این 8 ورزشکار رو فقط با ناکوت مغلوب کرده که سیلوا تبدیل به 9مین مبارزی شد که توسط حق پرست ناکات شد. این 2 ورزشکار شب گذشته در ورزشگاه 18000 نفری در ایالات متحده آمریکا به رقابت پرداختند. نصرت حق پرست از ستاره‌های یک شب پرحاشیه UFC در نیوجرسی بود. ضربه استثنایی مشت چپ مبارز افغان نه تنها تعادل سیلوای برزیلی رو برهم زد، بلکه معنی پایان مسابقه بود. نصرت حق پرست تنها 23 سال سن داره و تاکنون 13 مسابقه حرفه‌ای در کارنامه‌اش داره. شاید هنوز برای اینکه در مسابقه اصلی شرکت کنه کمی زود باشه، ولی با 3 برد پیاپی آینده روشنی پیش روی این رزمیکار افغان قرار داره. حق پرست با وجود سن کمش با روحیه کاملا حرفه‌ای یکی از شب‌های خاطر انگیز ورزش رزمی افغانستان رو هزاران کیلومتر دورتر از خاک این کشور رقم زد. اگر این مبارزه رو تا حالا تماشا نکردید، بهتون پیشنهاد میکنم که این مسابقه جذاب رو حتما در یوتیوب سرچ کنید و تماشا کنید. و اگر اولین باری که تو این کانال میاد، حتما این کانال رو سابسکرایب کنید و عضو بشید و زنگوله خودتون رو روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای این کانال زودتر از بقیه با خبر بشید. با سپاس از همگی شما دوستان گرامی، با آرزوی بهترینه برای شما، امیدواریم که همیشه سالم، سرزنده و شاد باشید. تا ویدیوهای بعدی، شب و روزتون خوش.